بسم الله الرحمن الرحیم. امروز با همدیگه داستان صحابی دیگری رو میخونیم از بزرگوارانی که همراه رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودن، حواریونی که با پیامبر خدا بودن. و این داستان کسی نیست جز ابوذر غفاری که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مورد ایشون این چنین میفرماید که در روی زمین صادقتر از ابوذر پیدا نمی کنید. ما اقلت الغبراء ولا اذلت الخضراء من رجل اصدق من ابی ذر، اشاره میکنه بر اینکه ابوذر انسان صادق و راستگویی هست. حالا این ابوذر کی هست؟ در کجا هست ابوذر؟ داستانش به کجا ختم میشه؟ نگاه کنید، در سرزمین مکه، در شهر مکه رو در نظر بگیرید. در یک وادی در مسیر راه کاروان هایی که به سمت مکه می اومد، در اون وادی اسمش بود ودان یا ودان گفته میشه، که از راه های عبور خروجی کاروان بود که اونجا می اومدن و قبیله غفار در اونجا ساکن بودن. خب قبیله غفار معمولا سعی میکردن زندگیشون رو، چون راه درآمد دیگه ای نداشتن، با عبور و مرور کاروان ها یه چیزی حالا برای خودشون مالیاتی یا به اصطلاح میگفتن حالا باج سیبیلی، یه چیزی از این کاروان ها میگرفتن، دو زندگی خیلی ساده ای رو پشت سر میذاشتن. گاهی مگه چیزی گیرشون نمیکرد، کاروانی چیزی نمیداد، ممکن بود به کاروان ها حمله کنن طبق اونچه که در جزیره العرب در اون دنیا در اون زمان وجود داشت در اصل جاهلی. و این خب روند زندگی بود که در اونجا بود. ابوذر اسمش جندب ابن جناده هست. حالا اسامی دیگه هم نقل شده، اما این اسمی بود که بیشتر مورخین بر این اسم متفق هستن. اما ایشون کنیش ابوذر هست و این ابوذر دیگه غلبه کرده بر اسمش و همچنین این بوده و از فرزندان همین قبیله غفار هست. و خب یک تفاوتی ابوذر داشت نسبت به جوانهای زحمدوری خودش، بسیار انسان با شهامت و با جسارت و شجاعی بود و دارای عقل و خرد و دانش هم بود. حتی برخی نقل کردن که ایشون بت پرستی نمی کرد و به نوعی به توحیدی خود فطری دست پیدا کرده بود. بریم داستان ببینیم چجوری شروع میشه. بر همین اساس ناراحت بود وقتی قوم خودش رو میدید که بت پرستی میکنن، به سنگ رو میارن، به فرض کنید چوب رو میارن، به مظاهر متعدد رو میارن که میگن اینها واسطه های بین ما و خدا هستن، اینها آبرو دارن، ما میریم پیش اینا نذر میدیم، قربانی میدیم، سجده میکنیم، درمان میخوایم، شفا میخوایم. ابوذر خیلی ناراحت میشد از این صحنه و ناراحت بود که چرا قومش این کار میکنن. خب حقیقت هم در واقع روشن نبود. گفتم برای یک توحید فطری تقریبا دست پیدا کرده بود و از طرفی هم ناراحت بود. میدید که عرب دینش دچار همین انحراف شده، دچار همین شرک و خرافات شده و رنج میکشید و نمیدونست داستان چیه و چه باید کرد. اما به یک آگاهی درونی رسیده بود تا اینکه خبر ظهور پیامبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم در بین مردم پیچید. همه دیگه شروع کردن سخن گفتن و فکر میکردن که چی؟ پیامبرم خب اومده بود برای اینکه مردم را تاریکی به سوی روشنایی بیاره. خبر در اون بیابانها و در اون بادیه وقتی به گوش ابوذر رسید که پیامبر جدیدی اومده و در مکه ظهور کرده، برادری داشت به نام انیس. به برادرش گفت برادر شما برو به مکه، برو اخباری رو که از محمد صلی الله علیه و سلم به دست میاری برای من بیار. میگن گویا اون شخص ادعا میکنه من پیامبرم، گمان میکنه پیامبرم، وحی از آسمان براش میاد. برو مطالب اون رو گوش کن، سخنانش رو گوش کن، اون چیزهایی که میگه وحی گوش کن، بعد برای من خبر بیار. انیس میره به مکه و با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ملاقاتی هم میکنه و تعدادی از آیات رو هم بالاخره میشنوه و برمیگرده میاد پیش ابوذر. و خب ابوذر که خیلیش مشتاق بود که بفهمه چیه، براشون مطالب رو میگه. خب از اخبار پیامبر چی داری، چی چیزی فهمیدی؟ اون میگه من اینجوری دیدم اون مردم رو به مکارم اخلاق دعوت میکرد و سخنش هم سخن شعر نبود. گفت خب مردم در مورد اون چی میگفتن؟ قریشیان چی میگفتن؟ گفت برخی میگفتن اون جادوگره، برخی میگفتن اون کاهنه، برخی میگفتن اون شاعره و القاب متعدد بهش میدادن. برخی میگفتن مجنونه. بالاخره هر کسی به یک تناسب، یک نسبتی رو به محمد صلی الله علیه و سلم میداد.
ابوذر میگه ولی این خبر تو من رو سیراب نکرد، قانع نکرد، تو نتونستی برای من خبر کاملی بیاری. آیا وامیستی خانواده من اینا رو نگهداری میکنی تا من خودم برم مکه تا ببینم چه خبر هست، خودم برم محمد رو ببینم که چی میگه، واقعا داستان چیه؟ آیا مردم راست میگن اون شاعر، کاهن، جادوگر، اون معاذالله مجنونه یا نه واقعا اون ممکنه پیامبر خدا باشه؟ برادرش گفت باشه تو همینجا باشو، من خانواده‌ت حفاظت میکنم، تو برو. و بالاخره ایشون رفت به مکه. گفت ولی مواظب باش که اهل مکه باش خیلی دشمنن، خیلی با احتیاط برخورد کن، خودتو آشکار نکن تا بتونی اخبار رو به دست بیاری. ابوذر بالاخره برای خودش مقداری توشه‌ای برداشت، حالا مقداری حالا غذایی یا هر چی بوده آبی رو برداشت و این مقدار حالا مثلا ظرف آبی، حالا قمقمه آبی یا مشک آبی رو برداشت، به طرف مکه حرکت کرد. خب اونجا مناطق بیابانی و بالاخره اون هم اون سفرهای اون موقع و کاروانها معلوم نبود که آبی هم گیرش بیاد یا نه، این با خودش چیزهایی رو برداشت و رفت به مکه تا ببینه در مکه چه خبر هست. وقتی که وارد مکه شد ایشون سعی کرد که خودش رو به چشم اون قریشیان و اهل مکه نیاره که اونو بفهمن بشناسن. خیلی بی سر صدا خودش رو در یه گوشه‌ای مثلا قرار میداد در همون منطقه. بالاخره شهری بود دیگه، رفت آمدی و بالاخره مکه بود و تعدادی برای عبادت میومدن از قبایل و جایی پر رفت آمدی بود، ولی خب این در همون عالم خودش در یه گوشه خودش رو قرار داد و سعی کرد که از کسی رو پیدا کنه که در مورد محمد صلی الله علیه و آله ازش سوال بکنه، اما نمیدونست خب این کسی که داره سوال میکنه آیا دوستان محمده یا دشمنان محمده. خب اگر دشمنان محمد بود براش چه اتفاق میفته؟ اینی که سکوت کرد. آدم عاقل و باخردی بود و سعی میکرد در همون مسجد الحرام در یک گوشه دراز میکشید و همینجوری منتظر بود. حضرت علی رضی الله عنه رد شد از کنارش، متوجه شد که این آدم غریبیه. گفت با من بیایم شب رو اینجا نخواب، من میبرم تو رو کمک میکنم و خونمون اینها. اینو با خودش برداشت برد خونه. اون شب رو پیش حضرت علی گذرون و بالاخره هیچی هم نگفت، چون نمیدونست واقعا آیا علی دوست محمده یا دشمن محمده. صبح که شد دوباره همون توشش و بالاخره مشک آبش یا قمقمی آبش رو برداشت، دوباره اومد در کنار مسجد الحرام و از هیچ کس هیچ چیزی هم سوال نکرد، همونجا دوباره بود و منتظر بود یا دراز می‌نشست و اینها. و ابوذر به همین صورت این روز دوم هم گذشت. باز روز دوم شد، باز حضرت علی رد شد و اینو دید، گفت تو مثل که مسافری غریب هستی، بریم با هم خونه ما. باز اینو با خودش برداشت و برد خونه. خب اینو دوباره حضرت علی با خودش برد خونه و این شب هم گذشت. صبح شد دوباره باز این اومد طرف مسجد الحرام و در این شب سوم که دیگه حضرت علی اینو دید، اینو با خودش آورد. ازش سوال کرد داستان چیه؟ برای چی اومدی اینجا؟ به عنوان یک مسافر غریب چه چیزی، چه هدفی داری؟ تجارتی داری؟ کاری داری؟ چه داستانیه؟ گفت اگه به من عهد و پیمان بدی که اسرار و راز منو به کسی نمیگی، من میگم برای چی اومدم. گفت بگو چیه؟ گفت راست شوخی من به مکه اومدم از یک سرزمین دور از منطقه بیابانهای غفار تا خبر این پیامبر جدید رو بشنوم، ببینم و آیاتی که میگه نازل شده، حرفایی که از وحی میگه بفهمم چه خبره، از این مسائل من آگاه بشم. حضرت علی خوشحال شد، چهرش باز شد، اصلا از خوشحالی در پوست خودش نمی گنجید. گفت باور کن این شخص پیامبر دروغی نیست، این قسم خورد والله این به حق پیامبر خدا هست و شروع کرد تعریف کردن از پیامبر و از نبوت ایشون. گفت فردا صبح که شد با هم میریم، تو پشت سر من حرکت کن، من اگه دیدم مسیر امنه همجور با من بیا تا برسیم به خانه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. اگر دیدم جای خطرناک، افرادی در کمینن، من بالاخره وا میستم یک عملی انجام میدم، مثل که سنگی میخوام بردارم یا آبی چیزی میخوام بخورم، تو متوجه بشو که شرایط خطرناکه دیگه پشت سر من نیا. بالاخره فردا صبح که شد دیگه ابوذر اون شب رو تا صبح نتونست بود بخوابه، منتظر بود که این پیامبر خدا رو ببینه با توجه به تعریفایی که حضرت علی هم کرده بود. صبح که شد اینها دیگه بالاخره راه افتادن، ابوذر هم پشت سر حضرت علی تا رسیدن به خونه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و وارد خونه پیامبر شدن. وارد خونه پیامبر که شدن ابوذر سلام کرد، السلام علیک یا رسول الله. خیلی نکته رو داشته باشید، تا اون لحظه اصلا چنین کلماتی به کار نمی‌رفت. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت علیکم السلام و رحمته و برکاته. و این اولین بار این تحیت در اسلام به این مبنا شکل میگیره و شایع میشه و در بین مردم دیگه رواج پیدا کرد. حالا بر اساس اینی که برخی این رو نقل کردن این روایت رو. در هر صورت
پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ابوذر رو به اسلام دعوت کرد و آیاتی از قرآن رو براش خوند. خب به مجردی که این آیات رو خوند، این کلمات حق و ربانی در دلش نشست، ایشون وارد این دین اسلام شد و میشه گفت جزو افراد انگشت شمار نسل اولیه‌ای بود که مسلمان شد، جزو سابقین اولین، یعنی چند نفر اولی که مسلمان شدن یکی ایشون هست. حالا بذاریم ما داستان رو از زبون خود ابوذر بشنویم. خود ابوذر چی نقل میکنه؟ میگه من پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مکه موندم تا پیامبر خدا مقداری به من آموزش اسلام و مفاهیم اسلام رو بده و آیاتی از قرآن رو برای من بخونه و به من گفت ابوذر در مکه به هیچ کس نگو که مسلمان شدی، آگاهشون نکن، من میترسم که اینها تو رو بکشن، تو هم بالاخره مسافر هستی و غریب هستی و اینها هم دارن با ما به شدت برخورد میکنن. میگه من گفتم قسم بر کسی که جان من در دست اونه، من باید برم در جلوی مسجد الحرام آشکار فریاد بزنم و حقیقت این اسلام رو مطرح بکنم و ببینم چی میشه. من این داستانی دارم بعد این کار رو انجام بدم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که دید من مصرم بر این کار دیگه ساکت شد، هیچی نگفت. میگه من رفتم جلوی مسجد الحرام، جلوی کعبه قرار گرفتم و قریش هم نشسته بودن، خب جلسات داشتن، حلقات اونجا داشتن، من رفتم در وسط اونها وایسادم و با صدای بلند فریاد زدم ای گروه قریشیان انی اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. میگه به مجرد اینکه سخنان من به گوش اینها رسید، اینها عصبانی شدن و مثل شیرهای وحشی و درنده حمله کردن به سوی من و فریاد و دشنام ای بی دین، ای کسی که دین آبا و اجدادت رها کردی، ای مثلا همین کلمات متعددی که میگن از دین خارج شدی، دین جدید گرفتی و فلان شدی، و میگه حمله کردن به من تا من رو مورد ضرب و جرح قرار بدن. خب تا همینجا داستان رو داشته باشیم، ادامه داستان رو انشالله جلسه بعد خدمت شما ارائه خواهم داد.